عزیز نوروز می آید چه خوش، نوروزی زیبای عجم فیروز می آید چه خوش. دیگر به گلهای وطن سرخ و سفید و لاله رنگ بر خاندان تاجیکان دلسوز می آید چه خوش. هموطنان عزیز، بار دیگر قدم‌های مبارک یک و یک شما را خیر مقدم نور تاج بر سر گفته برنامه تئاتر کننده شده بخش فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه را بخشیده به تجلیل نوروز عجم منظور یک و یک شما می‌گردانیم. Onam que ves la covacha eso. مردم نوروز آمد، نوروز پدرود فصلی برف که نوروز میرسد، فرخنده با هر قدمش بر دیاری ما. ای دخت نقره پوش طبیعت بیرو تو شاد، تا غرق لاله‌زار شود کوهساری ما. نوروز از قدیمترین و عزیزترین جشنهای ملی مردمی آریای نژاد بوده، با مرور زمان با عیدی در حقیقت خلقی مبدل شده است. خلق ما بهترین آرزو و امید خود را قبل از همه با نوروز یعنی سال نو اجدادی خویش پیوند می‌دهد. نوروز پیک شادی و سرور، شکوفایی و زیبایی، آغاز کشت و کار بهاری، ایامی احیای طبیعت می باشد و گردش در روح و جان آدمان پدید می آورد. نوروز اجدادی ما در راه تشکل تاریخی خود مشکلی و مانع‌های زیادی را پس سر نموده، چون سنت بالا و رسمی دیرینه ملی تاجیکان و بسیار مملکت‌های مشرق زمین راه یافته. تدریجاً
ارزش عمومی بشری پیدا کرده است. که عجم سروری شایسته خود را پیدا نمود، کشور احیا شد، روزهای تیره تاریخ پشت سر شدند، از افق امید خورشید اقبال طلوع کرد، مردم پیروز بخت شدند. دوره